سلام، به سایت مجنتا تاتای آر خوش اومدین. امیدوارم تا الان از سایت ما نهایت بهره و استفاده رو برده باشین و همینطور در آپارات پیج ما رو دنبال کنید تا آموزش های مفیدی از فتوشاپ رو برای شما عزیزان به اشتراک بذاریم. ممنون از توجهتون. آموزش رو با هم شروع میکنیم. بعد از اینکه فایلی رو از سایت مجنتا تاتای آر خریداری کردین، اولین اقدامی که باید انجام بدین روشن کردن حالت چشم لایه در پالت لایه هاست. اول اینکه باید موس ما روی حالت فلش، یعنی فلش رو از جعبه ابزار انتخاب کنیم که دقیقاً اینجاست. اگر روش کلیک کنیم و نگه داریم متوجه میشیم که دو تا ابزار توی فلش وجود داره که ما اولیش رو یعنی موو تول رو انتخاب میکنیم برای انجام دادن تمام کارها بیشترشون از این ابزار استفاده میشه. بعد در سمت راست قسمت پایین باید پالت لایه ها فعال باشه. اگر این پالت لایه ها فعال نبود از قسمت پنجره ویندو گزینه لیرز رو میزنیم یا کلید ترکیبی F7 که باعث میشه این پنجره باز بشه. همینطوری که میبینیم چند تا از این لایه ها حالت چشم دارن توی این قسمت، چند تا هم ندارن. اونایی که حالت چشمشون فعاله یعنی ما الان توی صفحه‌مون میبینیمش. مثلا لایه 12 رو میبینیم که این عکس هست که تبلیغاتیه که ما فایل گرافیکی که خریداری میکنیم اولین لایه که میبینیم تبلیغات اون سایت هست و این چیزیه که در همه سایت های گرافیکی تقریبا عادیه و هست. الان برای اینکه چشم این لایه رو غیر فعالش کنیم باید روی این حالت چشم که کنار لایه هست کلیک کنیم. اگه دقت کنید میبینید که این لایه مخفی شد و حالا میخوایم که کاری که خریداری کردیم رو چشمش رو فعال کنیم تا بتونیم روش تغییرات اعمال کنیم. میبینید که 2 تا پوشه هست و این 2 تا پوشه یعنی کاریه که ما خریداریش کردیم. پس فکر نکنید که فایلی که خریداری کردیم نیستش یا هر چیز دیگه. فایل هست، فقط باید چشمش رو فعال کنیم که ما اینجا چشمش رو فعال میکنیم و خیلی راحت میبینید که فایل ما مشخص شد و تمام لایه‌هاش برای ما قابل دیدن شد. همینطور پوشه دوم، گروپ دوم رو میبینید که اون هم هست و با فعال کردن چشمش ما میتونیم کار رو ببینیم. به همین راحتی پوشه ما فعال و غیر فعال میشه. ممنون از توجهتون.